سلام به همه عزیزان. یک مشکلی که عموماً هنرجویان آواز بعد از یادگیری ردیف و حفظ کردن گوشه ها باش مواجه میشن اینه که وقتی که میخوان حالا خودشون بر روی یک شعر تازه طراحی آواز انجام بدن، معمولاً در تأکیدگذاری روی شعر و خوانش درست کلمات دچار مشکل میشن. این رو که اصطلاحاً بهش تلفیق شعر و موسیقی هم گفته میشه، شاید بشه گفت پایه‌ترین ماجراییه که یک خواننده بعد از یادگیری ردیف باید بهش بپردازه. اما مهمترین مسئله در تلفیق شعر و موسیقی بعد از یادگیری روند ملودیک گوشه ها اینه که خواننده بتونه ابتدا از روی شعر به درستی اون کلمات رو دکلمه بکنه، به معنی ابیات و معنی کلی غزل اشراف پیدا بکنه و یک دید کلی هم از جهانبینی اون شاعر، دوره‌ای که شاعر درش بوده، در ذهنش داشته باشه تا بتونه به خوبی این تلفیق شعر و موسیقی رو انجام بده. این موضوعیه که معمولا در کلاس‌های آواز به دلیل اینکه تمرکز بر روی موسیقی و درست کردن تکنیک و حفظ کردن گوشه ها هست، خیلی مجال پرداختن بهش نیست و به نظر من هر کسی که آواز رو دنبال میکنه باید در کنار یادگیری آواز و یا حتی نواختن ساز یک زمانی رو هم برای رسیدن به فهم درست از شعر اختصاص بده. در دوره‌های سعدیخوانی ما تلاش میکنیم که به سعدی بپردازیم، شاعری که اتفاقاً شعراش خیلی در ردیف و در آثار هنرمندان بزرگ خوانده شده و با شناخت بهتر از سعدی میتونیم به شناخت بهتری از شاعران بعد از سعدی از جمله حافظ هم برسیم. این دوره ها به صورت آنلاین برگزار میشه و بعد از پایان هر جلسه هم فایل اون جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیره. برای کسب اطلاعاتی بیشتر میتونید اطلاعات زیر ویدیو رو مشاهده بکنید.